20 یونیو سال 2022 در زندان وکیل‌آباد شهر مشهد در استان خراسان رضوی ایران جوان 21 ساله زاده ازبکستان عبداللطیف مرادی را به دار کشیدند. غلامعلی صادقی رهبر قوه قضاییه استان خراسان رضوی گفت حکم اعدام عبداللطیف مرادی در حضور افراد ملکی و مقامات در محبس وکیل‌آباد مشهد به اجرا رسانیده شد. صادقی گفت عبداللطیف مرادی فرزند محمد طاهر در پی قتل دو روحانی شیعه در حرم امام رضا، یکی از مکانهای برای شیعه خیلی مقدس شهر مشهد، با جرم محاربه و ایجاد وحشت در بین مردم محکوم به اعدام از روی به دار آویختن شده بود. حمله خونین به حرم رضوی روز 5 اپریل سال 2022 در روزهای اول ماه شریف رمضان و 2 روز پس از کشته شدن دو روحانی سنی در شهر گنوباد در 280 کیلومتری جنوب مشهد روی داد. در ویدیوهای نشر شده دیده می شود که روز 5 اپریل عبداللطیف مرادی کرد را در بغل پنهان کرده بدون مشکل از صداهای امنیتی عبور می کند و وارد حرم امام رضا می شود. در صحن حرم او سه روحانی شیعه را می بیند که با هم صحبت دارند. مرادی به این سه نفر نزدیک شده ناگهان با کرد به آنها حمله می کند. بعد این همه مرادی تا چند دقیقه دیگر کرد در دست نمیگذارد که او را دستگیر کنند. تنها بعد چند دقیقه محاصره به یکی از پاسبانهای حرم میسر شد که از قفا به جوان ازبکستانی حمله آورده او را از پای بیفتاند و کرد را از دستش بگیرد. بر اثر جراحت برداشته‌اش حجت الاسلام محمد اصلانی در جای حادثه و حجت الاسلام محمد سابق بعد 2 روز در بیمارستان جان باخت. روحانی سیم جوانتر بود و با کمک طبیبان از مرگ نجات یافت. مقامات ایران این حمله را بلافاصله حمله تروریستی عنوان کردند و در یک فیلم مستند که در تلویزیون‌های دولتی ایران نشر شد عبداللطیف مرادی پیرو عقیده‌های تکفیری عنوان شد که نسبت به اهل تشیع بدبینی داشته است. تحقیق و بررسی این پرونده توسط قوه قضاییه و دادگاه ایران روز 7 یونیو سال 2022 یعنی همگی بعد 2 ماه دادگاه عبداللطیف مرادی را در محاربه یعنی جنگ با خدا مجرم شناخت و محکوم به قتل کرد. این حکم نیز همگی 13 روز پس از صدورش به اجرا رسانیده شد. اکثر 83 میلیون اهالی ایران را شیعه ها تشکیل میدهند. شماره سنی ها در ایران از 5 تا 10% رقم زده می شود. مشهد با بیش از 3 میلیون اهالیش دومین شهر بزرگ ایران و یکی از مکانهای عمده مقدس برای اهل تشیع به شمار می رود. ولی در مشهد شماره بزرگی از اهل سنت از جمله افغان ها، ترکمن ها، ازبک ها و خلقهای دیگر نیز به سر می برند.